بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او، مکافات زیزدان است فرزند. السلام علیکم بیننده عزیز ما، سلام میرسانیم به شما. من امروز آمدیم برای تبریک کردن به خانواده سفربایمک. امروز نبیره شیرینشان فریزه بانو جشن زادروز دارند. در روز زادروزشان اولین روزهای خرسندی توی و تنتنه را، البته فاتحه توی را نیز برگزار کرده ایستادند، هم با زادروز هم با فاتحه توی. از نام تاقا جان ها، از نام خواهرشان فرزانه آیتی، از نام فردوسکه و از راه دور از نام مادر جان عزیزشان مولود آیتی و نفرانی که در مسافرت هستند، از نام آنها نیز تبریک میکنیم. آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید. رفتیم. اولا بار السلام علیکم مهمانان خانواده سفربای بابا. من امروز در این خاندان پرشکوه، در این خاندان پرفیض، یکی از آن خاندان هایی که نامدارترین دهه عزیز ما هستند، مهمان شده ایستاده‌ایم. سبب سرجمی ما و شما، سبب این خیلی روزهای خرسندی آغازی توی و تنتنه بوده است. خیلی که حاضر در این خاندان فاتحه توی و البته زادروزی دخترک عزیزی خاندان فریزه بانو را جشن گرفته ایستاده‌ایم. یک تا خرسک مکو هستیم، اگر فریزه بانی ها تکلیف میکنیم. مرحبا. فریزه بانو زادروز مبارک. امروز روز خرسندی را، اولین روز خرسندی، یک اولین مرکه‌ای که پیش از توی میشود، فاتحه توی را مبارک باد میگویم. امروز شما تبریک کنی آمدیم. از نام کی؟ با کی؟ از نام تمام نزدیکانی که امروز میخواهند شما تبریک کنند. از نام البته مادر عزیزتان در مسافرت هستند، از نام تاقا جان عزیزتان که در مسافرت هستند، ینگا پاشایتان، از نام تاقا جان ها، ینگا پاشاها، از نام البته سفربای بابا، فردوسکه، فرزانه بانو، از نام خدا کند که در حیات آینده هم فقط بردباری باشند، فقط از پشتش رحمت هاش نمیمانند، اکا و مانند خواهرش از پشتش رحمت هاش نمیم. همراهی خورشید جان عمری دراز بیند، حضور و حلاوتاشون هم بینیم، مگر ما از هیچ کس کم نیستیم. و البته برای فریزه رسانید که دخترم قدر همین عشق بدار، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم در راه طولانی عمر از قدمش دور نمان. دخترم شوهرت آینه ای توست، نصرت و گرمی کاشانه ای توست، و غم و شادی و بربیش و کمن همراه و همدم و همخانه ای توست. دخترم گیر دعا از مادر، گوش کن حرفی سزاواری پدر. دخترم گیر دعا که دعا بهز هر دور و گوهر. دخترم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. امروز فریزه بانو زادروزتان هست. حاضر چقدر که یک روز خرسندی است. همراهی مادرتان با امدایتی هم صحبت شدیم، یک چشمشان با عشق حلقه بسته فرمودند رحمت رسانید که کنینهای خاندان ما با من جای ما معلوم نکرده، هم خیلی روز خرسندی ما را از آن هم زیاد کرده گذراندم. اگر من امکان می بود همین روز، چخیلی من از خودم خفه که در روز خرسندی دخترم همراهش نیستم. من در مسافرت نه که برای آنها کار میکنم، میخواهم که امروز آغاز کنم در روز فاتحه تویش، در زادروزش. من امروز 20 ساله شده است، بگذار از این هم عمری دراز، از من هم خوشبخت‌ترین شود. همیشه در لبش تبسم شکوفان و وایدا باشد، هیچ وقت درد و غم را نبیند و سرش خم نشود.
خدا کند که سال آینده و خداوند کریم فرزندهای صالح و صالحه نصیب کند و همه روزهای خرسندی من آماده تبریک کنم نصیب کند اگر گوهر بندانش و گوهرهای کلام کدی رفته علامو خاندان شوهرش و تبریک کنند نصیب کنند امروز زادروزش از نوع من صدقا تبریک کنید برای دادرانم برای تاقای جانهایشان رحمت رسانید که جای مرا معلوم نکردم رحمت رسانید برای هر یکی آنها که این بزم زیبا را تشکیل کردند بار دیگر زادروزتان مبارک گفتند یک تا خرسکی بخواد بزنیم از نوع مادرشان مبارک باشد البته امروز برای شما یک تا تحفه بسیار هم زیبا است در اینجا فرزانه بانو کنشما در اینجا یک تا تحفه زیبا است البته خواهش پیش از آن باشد امیر جان گلدسته زیبا را برای خاله جان زیبایشان میسپارند مرحمت اما جانشان بر مبارک باشد دستمانه طلا از نام بابا جانشان از نام البته مادر جانشان از نام پدر جان فیلدرسه که یونشون ما نزدیکتر استید مرحمت آقا جان بشمایم برای روزی خرسندی است برای خواهر نازنینتان مرحمت مبارک باشد امروز زادروز را مولود خجسته را مبارک باد میگیم سفر بای بابا امروز روزی خرسندی است زادروز در این کاشانه ای که پرفیض است باز یک روزی پرفیض شده ایستاده است میخواهیم یک تا نبیره شیرین را دخترک نازنین که خود کلام کرده سخنهای نغز و دعا کنید که خوشبختری شوند مانند شما مرحبا سلام آدم مهمانان من امروز زادروز و خودکرچه مهربان میبرایی که من نگاه میکنم چی بخواییم وقت کوچه پیش هم میگیم فقط رفته خدمت های برم نکنم آواره خدمت که میخونم کلام بود و با کل میگه گفته یک سخن کردن که این یکدیگر محبت کردن نرسیدن اینش اول خدای مهربان را دوست داشتن بعد از آن خیش تباره ها را دوست داشتن بعد از بعد اینش شوهر اما دامادن نرسیدن برای همین خیش تباره گفت نکن گفتی مادرت من دوستای مادرت ایجا کن ایجا خمه ایجا خوش رو چی میخواهیم؟ این میدارد گفت تویم انشاءالله تویم خوب باید جامعه میگوید رحمت تشکر میکنیم مبارک باشد البته حاضر فردوسکه از نام خودشان فرزندانی تبریک میکنند هم از نام خود هم از نام برادر آیله و نزدیکان مرحبا السلام علیکم مهمان عزیز خوش آمدید من از این فرصتی پرقیمت استفاده برده خواهر یک تای تنهایم فریضه را با روز زادروزش تبریک میگویم اولا بار صحت و سلامتی بختی دراز بی پایان و تمام خوشبختی های زندگی را میخواهم از نام پدرم مادرم نیز تبریک می نمایم همه وقت هم خیلی خوش و خرسند روزای خرسندی بر یک جای شدم خوش آمده اماتون رحمت کلام یک تا ندید توقمان بیام نازی تبریک کنم یک جویا عدستشون گله گیرید Happy birthday to you. زادروز مبارک مرحبا
رحمت مبارک باشد. کلام سلام. بعد از آن باز سرودهای شوخ می شود. خداوند تا پگاهی رقص و بازی خرسندی میکنیم. اما ما برای تاریخ یک جای رسم ها گرفته و تاریخ کتاب کلام شهرنام مهر می سازیم. مرحمت اپراتور ما در خدمت شما هستند. البته تمام جان ها نزدیکان یک دو پاشا حال جان ها، اما ما یک جای شده رسم ها میگیریم.
Oh,
من امروز روز خرسندی با آخر رسید. من در این خاندان پرشکوه مهمان شدم. بگذار این خاندان فقط روزهای خرسندی باشد. من در مسافرت گشتگی نزدیکان ساق سلامت برگردن و در این روزهای خرسندی آنها را آمدن نیز تبریک کردن نصیب کند. در این خیر جای ها نشسته مهمان شده همراه آنها هم صحبت شویم اگر جهان بینی روح بلند میشویم. حاضر همراه استاد عزیز هم صحبت شدیم وفاق العمل چقدر که یک مصلحت های نیک دادن. همراه قادر و معلم مهربان ما هم صحبت شدیم. بیننده های عزیز ما آن نفرانی که برای ما روح و کوچ و قوت میدهند تشکر میرسانیم که از گفتنی های شما ما به چنین درجه ها رسیدیم. از دیدار شما به چنین درجه ها رسیدیم. هر یکی شما را دوست می‌داریم. برای مهمانداری رحمت میگیم. تشکر. سلامت باشید. تشکر حسین جان. سلامت باشید. رحمت. سلامت باشید. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک